یکی از اصطلاحاتی که امروز بسیار خطرناک است کلمه روشن فکر است. انال روشنی، تنویر، نورانیت در چی هست؟ فکر انسان و عقیده انسان با چی روشن میشه؟ الله نور السماوات والارض، الله نور آسمان ها و زمینه. قرآن الله میگه این نور است. پس روشن فکر در اصطلاح قرآنی کسی است که کسی قرآن و سنت میفهمه، با شناخت الله، با شناخت قرآن، با تقوایی که در قلب زی حاصل میشه، با ایمانی که ایمی داشته باشه، این روشن فکر است از دیدگاه قرآن. آله روشن فکر برای کی استعمال میکنن؟ کمونستا وقتی که یک نفر کافر میشد، لینن خدای خود میگفت، باز میگه روشن فکر است. چرا روشن فکر است؟ مارکسیست است. جوانان روشن فکر، کارمل که میگفت جوانان روشن فکر که به فکر مارکسیزم، ماتریالیزم دیالکتیکی باور دارن، ای جوانان روشن فکر افغانستان آباد میکنه. پس چی بود؟ حیکون فکر کی است؟ کسانی که کتابهایی که اوراق زرد دارن. قرآن شریف در افغانستان هم تاج کمپانی چاپ میکنه، ورقای چی است؟ زرد است. این ورقای زرد. صحیح بخاری چاپ پاکستان که است، ورقای زرد یا سرخ است، با کتابهای ورقهای زرد و فلان مردم. پس این در حقیقت باز جوانایی که مثلا بیدین بدن، این باز میفتن این بسیار روشن فکر است. یا مثلا برای دوست یک نفر مادر اولادا را دیگه در میدان آورده، دیگه قرار دیگه تبله چی دیگه برش تق 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 زدن میره دم می دیگه، بازی دیگه خواندن لوگری بگو، باز میچرخه میشه، باز استاد میشه، باز شیش دیگه برش استاد است. روشن فکرانه. ببین کلمه ای که باید او بیچاره دیوس میشه و در جنت هم داخل نمیشه. دیوس کی هست در اصطلاح شریعت اسلامی؟ یعنی کسی که در قسمت خانواده خود بی تفاوت است. خورش که نامحرم گپ میزنه، برای چی است؟ بی تفاوت است. 16 قسم آرایش کرده میبره، این قرار سنش سهل میکنه. چطور است پدر جان؟ چطور است خور جان؟ بیشک والا. یکی دیگه آمده که نه خور مره در یک مؤسسه اعلان شده بود که نه دختر خودم میگه، دختر مرا در یک مؤسسه صاحب خودش دیگه توصیف خودش شروع کرده، روشن فکری خودم. ما استاد خانواده روشن فکر هستیم. خب ما افتیم روشن فکر هستیم، تمام اعضای خانواده ما صاحب وظیفه هست. مثلا دختره که من اگرچه انگلیسی رسی نخوانده بود، تو دست سر بوک و دست چیه را اینیا را یاد داره، لکن در یک مؤسسه اعلان شد. باز بچه‌هایی که ماستری انگلیسی داشتن مثلا یا بسیار میفهمن، یکی از یا کامیاب نشدن. همین دختر من صاحب در این مؤسسه کامیاب شد. رئیس مؤسسه خوره چیز کار نداره انگلیسی دان، او اندیوال کار داره. بازی دختر از ایده بنا به سکرتر که انگلیسی میفهمه، باز از امتحان گرفت داخل کرده. بازی میگه یک قدری دختر من آن قدر لیاقت داره که باز رئیسش 9 بجه شب و 10 بجه شب خودش تا خانه میرسانیش. مفتون با باش جانش افتاد میرسانیش. این حال کوره بجبیه که وطن دار، وضعیتت خراب است، ایمانت رفت، عقیدت رفت، اونی برازی چی ده برش فهم ماندن؟ امی کار چی توجه میکنن؟ روشن فکر. اگر ایمان داشتی خانم بده حجاب کردی، غیرت داشتی، جوان برای خواهر خود گفتی کار نکن، بازیارم میگه که یا چی هستن یا تاریک هستن یا مرتجع هستن. کمونستانی استعمال اصطلاحات سابق استعمال میکنن، تاریک هستی، حال افراطی هست یا بنیادگرا هستن یا چطور هستن؟ یا البسری کسا و کسایی که در این قسمت چی بودن؟